میگن اینا دشمن ما نیستن، من میگم حریف هم نیستن، خواستهشون هم شاید قانونیه ولی نحوه خواستهشون درست نیست. تا جایی که راه داره من و شما خدا پیغمبری مدیونیم نزنیم. تکرار میکنم تا جایی که راه داره. سال 1370 وقتی که نیروی انتظامی با این شکل جدید، چون نیروی انتظامی بعد از انقلاب بود، ارتش، ببخشید شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب، اصلا اینا کار انتظامی انجام میدادن. ولی در سال 70 این ادغام شد نیروی انتظامی فعلی که ما داریم، در واقع این شکل شمایلش. و اولین کاری که انجام دادند به اصطلاح در اون زمان تشکیل یگانهای ویژه بوده. برای چی؟ که الان من توضیح میدم مأموریتایی که برای این تعریف کردن که الان البته تکمیل شده. اون موقع عمدتاً برای کنترل اجتماعات، یعنی اگر اعتراضاتی شکل میگیره، مردم اعتراض میکنن، تجمعی اتفاق میفته، این واحد بتونه عکس العمل نشون بده و بالاخره کنترل کنه، اجتماع رو کنترل کنه که خیلی آسیب وارد نشه. پس میتونیم بگیم این مولود انقلابه. عقبه نداشته کسی فکر بکنه که مثلا قبل از انقلاب همچین واحدهایی بودند. اصلا اینطور نبوده و بالاخره ما خودمون هم بخشی از قبل از انقلاب رو به یادمون میاد، اصلا چنین چیزایی نبود. تو شهربانی مثلا یه چیزایی جزئی رو داشتن، برای واحد منسجم با این ساختار اصلا نبود. برای این مجموعه 6 تا الان ما مأموریت داریم در حال حاضر که از روز اول هم که تشکیل شده. یکی همین کنترل اجتماعات یا کنترل بحران‌های اجتماعی، یکی اینه که ما عمده واحدهای ما آموزش‌هاشون، تجهیزاتشون روی همین موضوعه. موضوع دوم مقابله با عملیات‌های تروریستی در داخل کشور به صورت محدود. اگر از حالت انتظامی خارج شد اون مسئولیتش دیگه میره به عهده سپاه، با ما نیست. ولی در حد انتظامی اگر تیم‌های تروریستی باشن و رهایی گروگان، این مطلب دوم میشه که ما برای این کار تیپ نوپو رو داریم در کشور که در واقع واحدهای ویژه و تیراندازهای زبده ما تو همین نوپو هستن در کشور که این مأموریت دارن. مأموریت سوم ما عملیات دفاع شهریه، یعنی اگه جایی در درگیری در داخل شهر اتفاق بیفته یا مثلا عملیات محدودی در یه جای صورت بگیره، این باز به عهده ماست که نیروهای ما باید عملیات دفاع شهری هم بلد باشن. موضوع چهارم عملیات مردمیاریه. عملیات مردمیاری که اینم در واقع در زمانهایی که ما مأموریت نداریم و فرصت‌هایی که پیش میاد بتونیم از توانمندی و قابلیت‌های یگان برای عملیات مردمیاری استفاده کنیم. و نهایتاً هم عملیات پشتیبانی از فرمانده انتظامی استان‌ها و پلیس‌های تخصصی ناجاست. تنها واحدی هستیم که در مأموریت‌های خودمون از سرباز استفاده نمی‌کنیم، مگر در مأموریت‌های خاص. مثلا شما در حوزه آموزش در واقع هر کسی که وارد اون مراحل رو گذراند وارد شد میره 1 سال آموزش مقدماتی رو میبینه. اگر درجه‌دار باشه که میره به مراکز آموزش درجه‌داری نیروی انتظامی، اگر افسر باشه میره دانشگاه پلیس، در اونجا دانشگاه امین، اونجا آموزش‌ها رو میبینن. فارغ التحصیل شدن که اومدن از آموزشگاه باید 5 سال هم در تهران باشه. 5 سالشون در تهران یعنی در واقع آموزش‌های مهارتی، تخصصی و تکمیلیه. کاملا دیگه در اینجا پخته‌تر میشن و مهارت پیدا میکنن نسبت به کار و شغلی که دارند. ما معتقدیم که آدمایی که از نظر جسمانی قوی باشن آستانه تحمل بالایی هم دارن، زود عصبانی نمیشه، زود از تجهیزات خودش استفاده نمیکنه. لذا ما اینا رو میسازیم در آموزش‌ها برای نیروها، مرتبا اینها رو یادآوری میکنیم و در آموزش‌ها به اینا در اثنای این کار اینها اردوهای صحرایی دارند، باید برن در شرایط سخت هم کار مأموریت خودش رو دنبال کنن. مثلا پیاده روی‌های شبانه، مسیرهایی که میرن و پیاده روی‌های طولانی مدتی رو باید انجام بدن با تجهیزات
تا 40 کیلومتر 45 کیلومتر باید پیاده روی داشته باشن اون تعریفی که براشون شده. از نظر جسمانی کاملا اینها ساخته و پرداخته میشن که بالاخره بتونن هم استقامت داشته باشن. ما یه اصطلاحی داریم در یگانهای ویژه، میگیم که چرا میخوایم قوی بشیم؟ به خاطر دو تا موضوع. اول آسیب نبینیم، دوم آسیب نزنیم. چون جمعیتی که مقابل ما هست بالاخره به خاطر یه خواسته اومده اونجا، اعتراضی داره، یه درخواستی رو داره، ما نمیخوایم به اون آسیب بزنیم. هدف ما اینه که با کمترین آسیب این صحنه را جمع بکنیم. هرگز نباید فراموش بکنیم که نمیخواستن دشمنان کاری در کشور انجام بدند. مثلا اگر بخوام بگم 2 تا مأموریت سنگین، 3 تا مأموریت سنگین که برای ما بوده، یکی 96 بود که بلافاصله گسترش پیدا کرد به تعداد زیادی از شهرها، حتی شهرهای کوچک. این یه چیز جدیدی بود که ما باش مواجه می شدیم. 2 هفته جمع شد. درست. 96. یکی هم 98 بوده. 98 هم 2 روز طول کشید، ولی سنگین‌تر از 96 بود چون گسترش خیلی زیاد شد. از طرفی در داخل شهر هم توسعه بگیره. مثلا در یه شهری مثل تهران، پس شیراز، اصفهان، در یک شهر شاید بیش از 150 نقطه درگیری داشتیم که پراکنده شد به مدخل‌های ورودی، بزرگراه‌ها، محلات، حتی گسترش پیدا کرد خیلی از جاها. یه موقع گفته بودن که آدم‌های آموزش دیده و تیم‌های در داخل کشور هست و من این رو قبول دارم. یعنی آدم‌های در داخل دارن، اینها روشون سرمایه‌گذاری کردن، تولید نارضایتی میکنه، اجتماعی که شکل میگیره، مردم میخوان بیان حرفشون رو بزنن، متاسفانه اون صحنه رو به هم میریزند. اون حق مردم هم فدای این آدم‌ها میشه که نمیخوان، بالاخره در شعار میگن ما طرفدار مردم، ولی در عمل واقعا اینا رو به خشونت میکشن، نمیذارن حرفشون رو بزنن. اولا آموزش‌ها اینا کاملا به نیروها گفته میشه. یعنی ما به نیروهای خودمون یادآوری میکنیم تو آموزش‌ها، مرتب با اینا کار میکنیم که دانش اینها رو ارتقا میدیم. فقط به قدرت جسمانی خیلی به اصطلاح متمرکز نیستیم. در کنار این یه آموزش‌هایی که در همین اواخر تعریف کردیم به نیروها، تو دهه 90 بیشتر روی این کار کردیم، آموزش‌های علمی بصیرتیه. علمی یعنی آستانه تحملشون رو بالا میبریم، جلو خشونتشون رو چطور تو صحنه بگیره، کنترل خشمش چطور باشه. یه روانشناختی از جمعیت هم باید داشته باشه. یعنی این نیرو باید بدونه که الان مثلا رفته فرض در خوزستان، این جمعیت ترکیبش چطوریه، فردا این گردان احتمالا مأموریت داره در لرستان، خرم‌آباد، این چطوریه، در تهران چطوریه، در آذربایجان تبریز چطوریه. یعنی جمعیت شناختی هم به اینا یاد میدیم، میگیم که اینجا خواسته ها اینه، اینجا جمعیت اینطوریان، اونجا بالاخره همبستگی مردم، یه جا عشیرتیه، یه جا مثلا تشخیص بده این دانشجوی، اینجا مثلا مردم عادی ان، اون بازاریه. اینا رو دقیقاً به اینا میگیم که در صحنه تشخیص بده و نحوه مقابله با اینها رو براشون تعریف میکنیم. یعنی میگیم شما برای کنترل دانشجو این کار رو باید بکنید، برای کنترل اعتراضات اصناف و بازاری این کار رو، کشاورز اینطوری مثلا. تا این حد ما بالاخره کار میکنیم روی اینا. بعد تازه ابزار درست کردیم برای اینا. یعنی این که کافی نیست، این ابزار مکمل اون بخش اوله. مثلا شما الان همه یگانهای ما سیستم‌های صوتی بسیار قوی دارن، اسمش سوره. سور همون سور اسرافیل و فلان چیز دمیده میشه، اسمشو از اونجا اقتباس کردیم. این سیستم صوتی با برد 1 کیلومتر به شعاع 500 متر میتونه صدای ما را به جمعیت برسونه. شما میدونید صدا یکی از ابزارهای پلیسه، یعنی یه تجهیزات برای ما. چرا؟ چون صدای ما باید به گوش جمعیت برسه که ما داریم اخطار میدیم، صحبت میکنیم، راهنمایی میکنیم و توصیه میکنیم بهش که بالاخره تو صحنه چیکار بکنه، چیکار نکنه. اینها رو باید صوت قوی داشته باشه. این صوت الان در اختیار یگانهای ما. شما هر کجا برید صوت با خودرو در اختیارشونه. بعد گفتیم یه موقع خودرو هم نتونست بره، شما بغل هر فرمانده دسته های ما یه صوت سیار هست، برندگاه دستی هستن، بلافاصله میره صحبت میکنه و یادآوری میکنه به اونها که شما کارتون اینطوری نیست، مثلا برید از طریق قانون پیگیری بکنید، اینجا برای مردم ایجاد مزاحمت میکنید.
اسم شما اینو گذاشتیم گفتگو کلید طلایی حل بحران ها. گفتگو. ما الان در اعتراضات اجتماعی نگاه پلیسی فقط داریم به این، در صورتی که اون دستگاهی که به خاطر اون اعتراض شکل گرفته، مثلا یک کارخانه حقوقش نداده به دلیل مشکلات اقتصادی، یا یه جای آبی مثلا مشکل آبه، یه جای مشکل جاده است، بالاخره مردم اعتراض دارن، اون سیستم گفتگو نمیکنه، حرف نمیزنه، مجبور میشه نمیاد پلیس برین کار بله اینجا پلیس بالاخره میاد صحنه، چون راحت تابع دستور ابلاغ پلیس برو صحنه. خب ما هم اومدیم این گفتگو رو انتخاب کردیم در اول. برای ما هم معمولا خورده میگیرن برای یگانهای ویژه، میگن که خب شما چرا گفتگو میکنید؟ یگان ویژه یک واحد تمام کننده است. بله این باید اومد جمع کنه بره دیگه. اینجا خیابان که وقتی اومده خیابان، اینجا جای صحبتی. میگیم آقا امام علی علیه السلام که ما پیروش هستیم و در جنگ نهروان حضرت امیر علیه السلام چیکار کرد؟ 12,000 نفر در مقابل حضرت امیر علیه السلام اونجا سفارایی کردن دیگه. حضرت با گفتگو 8,000 نفرشون رو جدا کرد. در صحنه عاشورا در بحبوحه جنگ امام حسین علیه السلام چند خطاب خوندن. خب پس ما چرا حرف نزنیم؟ اولا اینها همشهریای ما هستن، هموطن ما هستن و اینا ضد انقلاب که نیست بیاد اونجا ما همه رو ضد انقلاب فرض بکنیم. یا آدم اومده اعتراض داره به خاطر یه موضوعی که به نظرش حقه. حالا مثلا حتی بنزین هم که شما در 90 اتفاق افتاد، خب بالاخره چرا بنزین گران شد؟ حق داشت بگه. خب ما باید اینا بتونیم کنترل بکنیم دیگه، نمیتونیم به سرکوبش بکنیم. اینا برای ما خوردن میگیرن، ولی ما این روی این تاکتیک ایستادیم و به عنوان یک اصول ما هست. یعنی الان یگانهای حق رو میرن اینقدر ما میگیم که شما باید تذکر بدید، اخطار بدید، صحبت کنید تا در 2-3 جا فرمانده ما رفت داخل جمعیت. برای ما خیلی خطرناک بوده. یعنی یه نیرو جدا بشه فرمانده با 2 نفر بره داخل جمعیتی که عصبانی هم هست. احتمال داره آدمای محرکی که من عرض کردم داخل جمعیت هستن بالاخره اونا شاید حمله کنن. ما تو 98 6 تا از نیروهای ما با چاقو ضربه خوردن. همین که میرفت اونجا صحبت کنه بالاخره تا خب اینا رو از داخل جمعیت بالاخره آدمای نفوذی این کار رو انجام میدن. ولی ما باز از اون ریز خودمون دست بردار نیستیم که بالاخره باید جمعیت رو
خب اینو ما اسمشو گذاشتیم الگوی هوشمندانه، یعنی یه روش خاص کشور ماست. هیچ کدوم از پلیسای دنیا حتی در کشورهای اسلامی هم از این ادبیات استفاده نمیکنن، این مفاهیم رو نمیدونن. اونا میگن ضد اغتشاش اومد باید جمع کنه بره جلو. ما میگیم ما اینطور نیست، ما هوشمندانه عمل میکنیم. یعنی فرمانده ما در میدان تشخیص میده که اینجا از چه ابزار استفاده کنه. الان زمان گفتگوست، حرف بزنه. الان زمان مثلا دستگیری عوامل محرکه دستگیر بکنه. الان اخطار دادنه، الان استفاده از آب پاشه، الان زمان استفاده از پینتباله. چون میدونید ما هیچ سلاح جنگی به صحنه نمیبریم، یعنی یگان ویژه در اجتماعات ابدا ما سلاح جنگی تو صحنه نداریم. همه تجهیزات ما غیر کشنده اند. مثلا پینتبال این یکی از سلاح‌های ماست، میبریم صحنه. وینچستر میبریم صحنه. وینچستر هم 3 گلوله براش تعریف کردیم، پلاستیکی نرم، پلاستیکی سخت و فلزی که خیلی مثلا تو لباس یه مقدار شاید مثلا خیلی اثر سطحی و جزئی تو جسم انسان میذاره. آب پاش داریم مثلا، همین غیر کشنده است. استفاده از گاز هست در شرایط سخت، اینم سلاح. یعنی هیچ سلاح کشنده‌ای از ما به صحنه نمیره. این فرمانده تشخیص میده که در اون شرایط از چه ابزار و امکاناتی و از چه تاکتیک‌های استفاده بکنه. اینو اسمش رو گذاشتیم الگوی هوشمندانه. در همین 96 ما 77 نکته همزمان درگیر بودیم. یعنی خب اونجا بالاخره متأسفانه خیلی نفوذی‌ها کار کردن، اونایی که هدفمند، منافقین، سلطنت طلب‌ها خیلی آسیب زدن، هر جا هم تخریب می‌کردن. ما 75 نکته درگیر شدیم با اینها و بالاخره شاید بعضی از درگیری‌ها 12 ساعت هم طول می‌کشید تا بالاخره بتونیم صحنه را کنترل کنیم، آسیب کمتری وارد بشه. در 98 باز سخت‌تر از اون. ما در 98 موتورسوار ما، چون میدونید قدرت تحرک یگانه‌های ویژه ما روی موتورسواراست، ما خیلی حساب داریم باز میکنیم روی موتورسوارهای خودمون که در هر گردان ما یه گروهان کامل موتورسوار هست و موتورهای ذخیره هم داریم که اگر یه موقع نیاز به تحرک بیشتر شد باز پیاده ها رو موتورسوار میکنیم. شهرهای بزرگ یعنی بلافاصله این نکته رو میرفتن خاموش میکردن، بعد میرفت یه منطقه دیگه، بعد هر موتورسوار 270 کیلومتر تو 24 ساعت تردد داشته. این کار واقعا خیلی سختیه. یعنی شما به یه نفر عادی هم بگید 50 کیلومتر با موتور بره خسته میشه، ولی این بالاخره در حین درگیری، در حینی که بالاخره میاد با مشکلات خاص خودش هم داره اینطوری. یه مثلا اعتراضی آشوب یه جای اتفاق میفته، مثلا فرض کن تو فرانسه، در یه کشور دیگه، خیلی ها محکوم میکنن، کشورهای بالاخره پشتران هستن یا محکوم میکنن، کمکش میکنن، بالاخره به نوعی حمایت میکنن که دولت فرانسه بتونه رو جمع کنه، یا خود مثلا یک کشور خود آمریکا مثلا اغتشاشاتی که انجام میده. ولی در کشور ما یه اعتراض جزئی که مردم انجام میدن کل دنیا بر علیه اون تبلیغات میکنه، یعنی تحریک میکنه، بالاخره نقطه ضعف ها رو برجسته تر میکنه. یعنی استثنایی است در کشور ما که این گونه صحنه‌ها رو به وجود میارن. لذا ما نمیتونیم مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه. از نظر روانی به ما خیلی فشار میاد، از نظر فضای بین المللی رسانه‌ای خیلی فشار میارن و اصلا ما در احساس کنیم در یه جبهه تنها خودمون در داخل کشور داریم مبارزه میکنیم، هیچ حامی، هیچ پشتیبانی نه تنها نیست بلکه کلی هم بر علیه ما حرف میزنن، کلی هم تحریک میکنن و یه آدم‌های ما بالاخره خوشگذران هم که این ثروت ملت هم بارها گفتم غارت کردن، رفتن اون طرف نشستن تو رادیو فردا، تو این ایران اینترنشنال و جاهای دیگه با پول این ملت دارن تبلیغات میکنن، خودشون حامی مردم میدونن. ما را چند بار گفتم اگه واقعا اینا جرأت ارزه داشته باشه باید بیان داخل. نمیشه اونجا شما تو زیر کره رو جای نرم و چرب بگیری بخوری بخوابی بعد به مردم میگید برید جلو مبارزه کنید، اونم به مستضعفین به مردم میگه. اینجا که بالاخره اون این شکل هدایت واقعا استثناست. اینا خودشون دنبال راحت طلبی خود اینا خیلی تحریک میکنن، مخصوصا منافقین و سلطنت طلبها واقعا تحریک میکنن مردم رو و خیلی آسیب میزنن با این کارشون، اصلا نمیذارن مردم حرفشونو بزنن، تحریک نکنن. اینا خب بالاخره مردم بیان جور. ما همین شما اشاره کردید موضوع تنش آبی خوزستان،
من واقعا باید از مردم خوزستان به سهم خودم که یه خدمتگزار یا سرباز هستم تشکر بکنم. چرا؟ اصلا مردم در اونجا درگیری با ما نداشتند، حرف خودشونو میزدن. یعنی میگفتن آقا ما آب نیاز داریم، مشکل آب داریم، در این استان پر آب زندگی میکنیم، ما مشکل شغل داریم، خساراتی که سیل به ما زده. یعنی حرفایی میگفتن که قانونی بود، حقشون بود اینا رو میگفتن. تا 2 روز اول همینطور مردم میومدن در سوسنگر، در شادگان، در خیلی از شهرها این حرفای خودشون میزدن. اما از روز سوم به بعد گروهک‌ها وارد شدن. یعنی ضد انقلاب عوامل که وابسته هستن، بالاخره ضد نظام هستن، اینا اومدن از احساسات مردم سوء استفاده کردن، شروع کردن اعتراضات آرام مردم را تبدیل کردن به خشونت. یعنی به ضرر مردم کار کردن. و خوشبختانه من با چند تا از اشاعره که رفتیم اونجا جلسه گذاشتیم و بالاخره عمدتاً رزمنده، خانواده شهید، خودشون جانباز و آدم‌های واقعا ولایی. و تو یکی از جلسات اینا به من گفت که آقا، یکی از اشاعره سادات البته اومد گفت که من میخواستم حرف ما را دولت بشنوه، شنید، تمام شد. به محض اینکه گروه‌ها خواستن خشونت رو به اصطلاح قاطی مسائل اعتراض آرام بکنن، اشعار کشیدن کنار و شیوخ رفتن کنار و از عامه مردم رفتن کنار. دیگه ما یعنی 2 روز بعد دیگه اصلا مشکل خاصی رو نداشتیم دیگه، آرام آرام دیگه صحنه آرام شد و کنترل کردیم. حالا در بعضی جاها مثلا تیراندازی هم کردن، دیگه خشونت‌های اینطوری هم انجام گرفت، ولی ما با تدبیر و حوصله نیروهای ما کنترل کردیم. ما از 96 به بعد به این فکر افتادیم که باید این واحد رو تشکیل بدیم و هم در نیروی انتظامی به این نتیجه رسید، هم ستاد کل نیروهای مسلح به این نتیجه رسیدن که واحد تشکیل بشه. ما الان که من در خدمت شما هستم تقریبا در 9 استان الان این واحد فعاله و عملیاتیه. یعنی اونجا میتونه در کنار واحدهای کنترل استعمارات ما، واحدهای ضد اغتشاش بره صحنه مأموریت انجام بده. اما مأموریت اینها چیه؟ مأموریت اینها در کنار واحدهای عملیاتی ما قرار میگیره. این برای شناسایی، برای کار اطلاعاتی، برای دستگیری و هدایت و بازجویی در صحنه که ما مثلا یه نفر که مثلا اومده تو صحنه داره ایجاد مزاحمت میکنه، تحریک میکنه، اینو بگیره، یه بازجویی اولیه معمولا داریم تو صحنه اطلاعات ازش میگیره. کار اینها در همین حده. ولی تو کار که مثلا در ضد اغتشاش سپر و باتم داشته باشه بره جلو و درگیره، این نیست. اینا در واقع کار عملیات روانی انجام میدن، کار اطلاعاتی انجام میدن و دستگیری و بازجویی و انتقال دستگیر شده هایی که خانم هستن که اینا راحت‌تر میتونن این کار رو انجام بدن. مستقلا ما در این رابطه مأموریت رو انجام ندادیم، اما ما دسته های مغیرات داریم. دسته های مغیرات در هر گردانی پیش بینی شده که این دسته مغیرات کارش در همه صحنه ها، مخصوصا برخورد مقابله با این گونه جرایم خشن، کارش اینه. یعنی اینها از زبده ترین نفرات اون گردان انتخاب شدن، آموزش های رزمی رو دیدند که با سرعت عمل بالا، با قدرت تحرک بالا میتونن حتی در صحنه اعتراضات که شکل میگیره نیاز شد دستگیر بشه، این یه دسته وارد عمل میشه. و پیش بینی هم کردیم که در 2-3 جا مثلا در تهران اینا وارد عمل شدن در جمع‌آوری اراذل اوباش. اینها هم آماده هستن، ولی خوشبختانه کار به این سطحی نرسیده که ما وارد عمل بشیم.